مثلا همین آقای سردار که اون دوست عزیزی که بهش یاد دادی لوگو رو ببوسه، که اونم اتفاقا چقدر زود یاد گرفت اومد لوگو رو بوسید، ولی بین دو نیمه کجای دنیا داریم که تیم عقب افتاده باشه توی یک بازی حساس مقابل تیمی که اصلا عجیب و غریب نمیتونیم ما تفسیرش کنیم، هم از نظر امکانات اقتصادی هم از نظر بازیکن‌ها، عمق ترکیبشون. بعد شما می‌خوای بری به یه بازیکنی بگی پیرنت بده که از نظر سنی از خودت کوچیک‌تره، بعد شما نمیدونی اون دوستی که بهت گفته لوگو رو ببوس بهت نگفته که اگر این تیم عقب بیفته یا شکست بخوره، میدونین چی میگم؟ البته که اومده تهران گفته آقا رفیقمه، ولی کار قشنگی نیست. ما تو رقابتیم، حالا بذار بازی تموم بشه، بعدن حالا شاید تو فرهنگ شما عرف باشه برین. ما دو تا جوان از استقلال این اتفاق براشون افتاد، پایان بازی رفتن سمت نیمار، چه جوری حمله کردن بهشون. شما یک بازیکن حرفه‌ای هستی، الگو قراره بشی، اومدی کمک کنی، بار برداری، بعد بین نیمه میری این کارو انجام میدی. بعد بهت نگفتن که آقا این تیم اگه شکست بخوره هواداراش یه هفته اشک میریزن، یه هفته ناراحت میشن؟ عجیب و غریب.